خب عزیزان، سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشین. از مجموعه حالا سمینار قرار بود که سمینار حضوری داشته باشیم. متاسفانه حالا به دلیل مشغله‌ای که خودم داشتم نتونستم که حضوراً در خدمتتون باشم. حالا انشالله فرصت دیگه حتما این کار رو انجام میدیم و در واقع یک سمینار رایگان رو من در خدمتتون حتما خواهم بود. چیزی که حالا قراره در رابطه با امروز صحبت کنیم در این وبینار، در واقع در رابطه با اهمیت تحلیل دیتابیس های حسابداری و ضرورت پیاده سازی هوش تجاری برای گزارشات مالی هست. یه حالا توضیح خیلی مختصری اول در مورد خودم بگم خدمتتون. من در حال حاضر مشاور و تحلیلگر سیستم های ERP و در واقع پیاده سازی برای هوش تجاری هلدینگ میتکو، حالا در رابطه با یک موضوع از سیستم هاشون در خدمتشون هستم و اینکه خودم هم تقریبا 15-16 سال سابقه کار مالی دارم. در گذشته هم یک مؤسسه خدمات حسابداری داشتم و اینکه حالا بعضا کارهای مالی و مالیاتی شرکت ها رو که برون سپاری میکردن رو انجام میدادم و اینکه به حوزه دیتا خیلی علاقه‌مند شدم و شروع کردم. خب دوره ها رو رفتم. اول پاور بی آی، با پاور بی آی شروع کردم و اینکه خیلی برام جذاب شد. از کارهای در واقع تکراری که توی مالی انجام میدادم به شدت بیزار و خسته شده بودم و همش دنبال راهی میگشتم که هم کارم رو سریعتر انجام بدم، هم اون بحث فرایند تکراری رو کاهش بدم. از اینکه مرتب دارم اکسل میگیرم از سیستم حسابداری، با هم دیگه جوین میکنم، ترکیب میکنم، بعد دست آخرم ممکن بود به هر دلیلی اشتباه به وجود بیاد. خیلی گشتم ببینم توی بازار ابزارا چی هست. دیدم خب بست پرکتیس الان پاور بی آی هست، چیزی که حالا خیلی در واقع از نظر نرم افزاری حالا جزء محصولات مایکروسافت نرم افزاری است که به شدت بازار خیلی داره بهش نگاه میکنه. در واقع توی یک مؤسسه به اسم گارتنر که میان طبقه بندی میکنن که چه شرکت هایی نرم افزاراشون الان ترند هست و داره استفاده میشه. با پاور بی آی استارتش رو زدم. پاور بی آی رو چرا انتخاب کردم؟ چون خیلی شبیه، حالا برخلاف همه اساتیدی که میگن پاور بی آی اصلا ربطی به اکسل نداره، اتفاقا خیلی هم شبیه به اکسل هست. یعنی توابش شبیه اکسل. حتی توی خود اکسل هم ما بحث پاور بی آی داریم، منتها مایکروسافت به دلیلی که نسخه های جدید میخواست ارائه بده و میخواست پاور بی آی یک جور به یک نرم افزار جداگونه بهش نگاه کنه، اومد براش در واقع خارج از اکسل یک مکانیزم جدید پیاده سازی کرد و هر ماه آپدیت های جدیدی داره روی این نرم افزار میده، یک سری قابلیت های جدید داره اضافه میکنه و خب خیلی جالبه. یعنی هر دفعه ما توی آپدیت ها یک سری امکانات و فیچرهای جدیدی میبینیم که داره به پاور بی آی اضافه میشه. و اینکه خب اولین کارم با یک شرکت که خدمات دهنده هوش تجاری بودن استارت زدم و همینجور علاقه‌مند شدم و کلاً اومدم این دانش مالی رو ترکیب کردم با بحث حالا بی آی هوش تجاری و خب در ادامهش هم رفتم اسکیل سرور رو یاد گرفتم. در واقع کلاس‌های حالا هوش تجاری رو رفتم و سعی کردم اون چیزهایی که لازمه پیاده سازی یک پروژه بی آی هست رو حالا نمیگم در تسلط، در حد نسبی و متوسط و به حد نیازم، حالا اگه نیاز بیشتری داشتم میرفتم خب سرچ میکردم، میرفتم با این مسیر رو میرفتم جلو. از دوستانی که هستین توی این جمع کسی هست که هوش تجاری رو بشناسه کلا، حالا پاور بی آی رو البته حالا یکی از بچهای حالا کلاس خودم هم توی این وبینار حضور دارن، آقای علیانی نژاد.
شروع کردن حالا به تازگی. و خیلی آقای بهمنی، و رشتهاتون مالی هست آقای بهمنی؟ حالا اگه صدای منو دارن آقای بهمنی، که رشتهتون شما توی حوزه مالی الان فعالیت میکنید. خب خیلی هم عالی. و بقیه هم فکر می‌کنم آقای علیانی نژاد هستن، رشتهشون حالا من میشناسم که مالی دارن کار میکنن و خیلی هم عالی. خب من حالا چیزی که میخوام بگم، حالا شاید برای بقیه شاید خیلی هنوز هوش تجاری به اون صورت شکل نگرفته، من یک مکانیزمی از فرایند هوش تجاری رو صحبت کنم و بعد برم سراغ دیتابیس و حالا حتی در مورد پاور بی هم باهاتون یه خورده صحبت میکنم، میگم که من خودم چه استفاده کردم. نگاه کنید، هوش تجاری چی هست؟ یک سری ابزارها، متدها و روش‌هایی هست که در واقع ما به کار میگیریم که بتونیم دیتا رو از منابع مختلف جمع آوری کنیم. منابع مختلف ما میتونن دیتابیس های سیستم های مختلف باشن، ERP ها، CRM ها. مثلا یک سیستم حضور و غیاب میتونه خودش یک دیتابیسی داشته باشه، ما بخوایم اون رو تحلیلش کنیم. و اینکه حتی یک سری فایل های اکسلی داریم یه جا که داریم مرتب اون رو پایش میکنیم و اضافه میکنیم به یک سری فایل هایی که از سیستم های حسابداری میگیریم. مثلا من بودجه رو جداگانه روی یه فایل اکسل حساب میکنم، اینو میخوام اضافه کنم به فرایند سیستم عملیاتی حسابداریم. اینها میتونن دیتا سورس های یک سیستم آپریشنال باشن که قرار هست همه اینها جمع آوری بشه و طی یک فرایند یا مکانیزمی که بهش میگیم ETL، حالا اون قسمت دوم که حالا مخفف اکسترکت، ترانسفورم و لود هست، که اکسترکت به معنای واکشی دیتا، ترانسفورم تغییر شکل دیتا و لود هم به معنای سیو کردن و برگزاری دیتا در یک دیتابیس بزرگتر که ما اصطلاحاً بهش میگیم دیتا ورهاوس ایجاد بشه. پس تا الان خیلی جالب شد، ما اومدیم بر اساس یک فرایندی این دیتاهایی که نیاز داشتیم، قرار نیست همه دیتاهایی رو که حتی نیاز هم نداریم ما در واقع این عملیات رو انجام بدیم، استپ بای استپ بر اساس نیازمندی دیتا رو میخونیم، واکشی میکنیم و توی یک ورهاوسی ما این رو میریزیم. این فرایندی که دوستان ما داریم انجام میدیم، مایکروسافت براش یک سری ابزار داره. مثلا این که ما بیایم بر اساس یک کامپوننت ها و یک در واقع اون فرایندها رو بخونیم و بریزیم توی این دیتابیس بزرگتر یا همون دیتا ورهاوس، مایکروسافت براش ابزاری به اسم SSIS داره. در واقع شما دیتا رو دونه دونه وصل میشین به دیتابیس سیستم حسابداری، وصل میشین به اکسل، وصل میشین به حالا هر چیزی که دیگه‌ای و یک مکانیزمی میچینید که ما حالا بهش میگیم فکت دایمنشن و که حالا جلوتر من براتون توضیح میدم که چی هست. و این دیتا رو میخونید و وارد ورهاوس میکنید و اینکه توی مرحله بعد چند تا حالت به وجود میاد. یا من میتونم پاور بیای رو مستقیما وصلش کنم به این دیتا ورهاوسی که درست کردم و دیتا رو آنالیز کنم. مثلا فکر میکنم که دیگه نیاز نداشته باشم که درگیر لایه بعد بشم، یا نه یه لایه ما بین پاور بی آی و دیتا ورهاوس قرار میدم که ما حالا اصطلاحاً بهش میگیم اولپ آنالیسیز. و اینکه چیزی که عرفاً داره الان توی سازمان ها اجرا میشه، معمولاً حالا غیر از بانک ها که قبلا روش های سنتی
و حالا قدیمی رو رفتن. روشی که الان استفاده میشه اولپ تبولار هست که حالا اون هم مکانیزم خاص خودش داره. خاصیتش چیه؟ اینکه من یک لایه اولپ رو داشته باشم یا اینکه نه مستقیما پاور بی آی رو وصل کنم به ورهاوس. از این بابت هست که خب من میتونم توی اولپ تحلیلیم یک سری مژر بنویسم، مثلا برم جمع فروش رو حساب کنم، مثلا جمع دارایی ها، جمع بدهی ها، سود خالص، حاشیه سود، میرم مژر نویسی میکنم با زبان به اسم زبان دکس. و این که میگم شبیه اکسل هست، اینجا میتونم بهتون بگم که حالا نه 100% ولی خب توابع شما اگه با توابع اکسل کار کرده باشید و دکس رو میتونید خوب درکش کنید و حالا کار کنید و تمرین کنید و به خروجی ببرید. پس میام یک سری مژر نویسی انجام میدم تو لایه اولپ، همه مژرهام رو جمع میکنم تو این لایه اولپ و حالا میام پاور بیای رو وصل میکنم به این اولپ تحلیلی. این اولپ تحلیلی هم در واقع یک دیتابیس هست، یک دیتابیسه که همه اون جداولی رو که من رفتم از سورس های مختلف جمع کردم و اینجا نگهداری کردم برای من داره نشون میده. پاور بی آی رو وصل میکنم به اولپ تحلیلی، مژرام رو هم نوشتم. چیکار میکنم؟ فقط میخوام بصری سازی کنم. نمودارام رو روی صفحه میندازم، مژرهام رو درگ اند دراپ میکنم و بر اساس اون چیزی که میخوام نمایش میدم. تا اینجا اگه سوالی دارید در رابطه با این معماری میتونید همین الان تو پنجره چت بپرسین که من بیشتر توضیح بدم خدمتتون. اگه سوالی دارید بفرمایید. ابزاری که دوستان مایکروسافت برای SSAS در واقع یا همون اولپ تحلیلی در نظر میگیره، اسم ابزارش SSAS هست و شما میتونید یک اولپ تحلیلی بسازید و پاور بیای هم که لایه آخره. من حتی میتونم اکسل رو هم وصل کنم به این لایه اولپ تحلیلی، ولی خب الان از نظر ابزارها چون پاور بیای بست پرکتیس هست که در واقع میاد دیتا رو بصری سازی میکنه، ترجیح این هست که حالا به دلایل دیگه هم ترجیح این هست که ما از پاور بیای استفاده کنیم. سوالی ندارید دوستان؟ واضح بود براتون توضیحات؟ خب حالا من اول میام یه کوچولو توی دیتابیس، بعد برمیگردم روی در واقع اسلاید ها. ببینید من الان یک حسابدار هستم، فرض کنید توی یه شرکتی و با سیستم راهکاران سیستم دارم کار میکنم. رفتم با SQL سرور که در واقع دیتابیس راهکاران سیستم هست. خب هر شرکتی حالا با هر نرم افزاری که کار میکنه یک دیتابیس داره. دیتابیس راهکاران SQL سرور هست. مثلا شما میاد یه شرکت دیگه یه نرم افزار کار میکنید، مثلا دیتابیسش اوراکله. خب این دیتابیس چی هست؟ دیتابیس هر آن چیزی هست که بک سیستم ها وجود داره و از یک سری جداول تشکیل شده. من یک سری جداول اینجا دارم که توی هر جدول یک چیزی ذخیره شده. مثلا در یک جدول گروه حساب ها هست، در یک جدول معین حساب هست، در یک جدول تراکنش حسابداری است، در یک جدول فروشه، در یک جدول نوع فروشه. و میام این جدولا رو که خیلی تعدادشون هم تقریبا زیاد است، حدود 700-800 تا هست، بسته به اون بیزینسی که شرکت داره و از این جداول داره استفاده میکنه. ممکنه یک جدول در این بیزینس خالی باشه، در بیزینس دیگه پر شده باشه بنا به استفاده و نیاز بیزینس. پس علت این که این همه جدول، حالا غیر از اون چیزهایی که حالا توی دیولوپ خود راهکاران سیستم وجود داشته و ممکنه شاید استفاده نشده باشه، ما اصلا کاری به اون نداریم، ولی خب به صورت فرایندی اگه بخوایم در نظر بگیریم هر بیزینسی بسته به فرایندی که داره از جدول‌های راهکاران سیستم داره استفاده میکنه و اطلاعات رو با همون پروسه‌ای که من بهتون گفتم میبره، جمع آوری میکنه، یک مدل درست میکنه
مثلا فرض کنید یک مدل اینجوری ما داریم. من برای طراحی دیتابیس حسابداری به یک سری فکت دایمنشن نیاز دارم. طبق چیزی که از دانش حسابداری میدونم من اگه برم این جداول رو پیدا کنم و بیام با هم دیگه ریلیشن بدم توی همون دیتابیس بزرگتر و ساختارشون رو کلین کنم، مرتب کنم، میرسم در نهایت به یک کوئری جوین داری که میتونم اطلاعات اینجا برای من دفتر روزنامه شامل مثلا داکیومنت نامبر، شماره سند، تاریخ سند، سال مالی، وضعیت گروه حساب‌ها، گروه معین و تفصیلی های مختلفی که اینجا وجود داره، شرح حساب و دقیقاً با با نوشتن کوئری نویسی با زبان SQL سرور جوین هایی می نویسم که میرسم به همچین چیزی در چیزی که شما حسابدارها در سیستم های حسابداری میرید گزارش تراز میگیرید. من گزارش تراز رو که گرفتم، دفتر روزنامه رو که گرفتم، دوباره میتونم برم یک سری کوئری روی این دفتر روزنامه بزنم و این رو تبدیلش کنم به یک تراز آزمایشی. تراز آزمایشی که من دارم خوبیش این هست که تو سالهای مختلف دیتا رو داره. من اینو میتونم پیوتش کنم، سالها رو بچینم بالا، در واقع اون وضعیت هر حساب رو به صورت ردیفی تو سالهای مختلف ببینم. اینو میتونم وصلش کنم به یک پاور بی آی و اونجا کار تحلیلیمو میژر نویسیمو انجام بدم. پس الان متوجه شدین چی شد دوستان؟ براتون واضح بود که ما چی کار کردیم؟ رفتیم دونه دونه جدولا رو با یه روش و مکانیزمایی که حالا من توی دوره به بچه‌ها یاد دادم که سریعتر برسن، چجوری ببینن که یک جدول با جدول دیگه چه ارتباطی داره. اگه نگاه کنید ما اینجا فرض کنید این یک مدل دیتابیسه. دیتابیس یه همچین چیزیه. شما یک سری جداول دایمنشن دارید، مثلا گروه حساب‌های من میشه یک جدول دایمنشن، مثلا وضعیت سند من میشه یک دایمنشن، ریز تراکنش‌های من یا همون سندایی که ما میریم آرتیکل ثبت میکنیم میشه جدولای فکتمون. میریم یه مکانیزم، این چیزی که تو دیتابیس میبینم، میریم این رو ما بر اساس مدلی که حالا به اصطلاح ما مدل کیمبال یا همون فکت دایمنشنال طراحی میکنیم، این رو میاریمش توی یک مدل ورهاوس و این که میرسیم به اون ترازی که من بهتون نشون دادم. اگه سوال دارید از این قسمت میتونید بپرسید دوستان. من یه خورده صبر میکنم که اگه سوالی دارین میخواین تایپ کنید بنویسید که ما تا الان با دانش SQL سرور اومدیم. کسی حالا میکروفونش اگه روشن کرده سوال داره میتونه بپرسه. سوال؟ خب ببینید، من حالا یه کارهایی که انجام دادم، اومدم یک سیستم دیتابیس حسابداری رو تحلیل کردم، رسیدم به اینها. اومدم یک صورت وضعیت حسابداری در واقع آماده کردم. هر کدوم رو که باز کنم جزئی تر به من نشون میده و در سطح مختلف میتونم تفصیلیشو هم بندازم به سلیقه. حالا سلیقه شما بسته به نیازتون، هر چیزی که میخواد. این با پاور بی آی طراحی شده. پاور بی آی وصل شده به اون سیستم تحلیلی اولپه و اینا رو استخراج کرده. این که سالهای مالی کنار همه، من قشنگ با یک نگاه میتونم وضعیت و حال سازمان رو بفهمم. علاوه بر این میتونم یک سری مژرهای تحلیلی بنویسم. من داشبورد P&L رو دارم اینجا، سود و زیان. اینجا اگه نگاه کنید حساب تفضیلیاشو آوردم. من زیر سطح هر حسابی رو که کلیک کنم
اینجا برای من تبذیریشو نشون میده. مثلا اگه بزنم درآمد عملیاتی، اینجا برای من در واقع ریزش رو نشون میده. و کارهای خیلی جالب دیگه شما میتونید با این انجام بدید. من چون گزارش در سطح هلدینگ بوده، یک سری گزارش حسابهای فیمابین بوده که هر شرکت با شرکت دیگه چه مراوده‌ای داشته که قشنگ توی این داشبورد نشون داده میشه. و داشبورد هزینه ها رو داریم، هزینه ها به چه صورت، انواع هزینه ها، مالی، غیر مالی و حالا بهای تمام شده. و در نهایت هم یک داشبورد مقایسه درآمد و هزینه هست که همه اینها با همون تحلیل دیتابیس سیستم حسابداری فقط ماژول مالیش به دست اومده. ولی خب من اگه برم و در واقع یک مکانیزمی بچینم که فرایندهای فروش، فرایندهای بهای تمام شده، ماژول خزانه و ماژول‌هایی که کلا در یک سیستم وجود داره و بیزینس از اونها استفاده میکنه رو اگه بتونم به صورت یک فرایند ورهاوسی بچینم. کما اینکه من چند روز پیش جلسه داشتم با مدیر مالی و رئیس حسابداری یه شرکتی و اینکه خب خیلی چالش در بحث گزارشگیریاشون داشتن. گفتم ما مرتب داریم از ماژول‌های مختلف راهکاران میریم اکسل میگیریم میچسبونیم به همدیگه که برسیم به یه خروجی، تهش هم درست از آب در نمیاد. خیلی چالش‌های اینجوری براشون پیش اومده بود. راهکاران انقدر وقت نمیذاره که سیستم و در واقع کاستومایز کنه برای مشتریهاش و همونی که داره رو داره در واقع میفروشه. و خیلی خب بی آی در واقع راهکاری هست برای مثل اینکه اکسل که ما حسابدارا استفاده میکردیم که کارمون رو ببریم جلو، مجبوریم از یک سری ابزارهای جانبی استفاده کنیم که هم سرعت کارمون رو بهبود بدیم و هم اینکه شما از این به بعد کار خودتون انقدر راحت میشه که این لینک ها رو به هر در واقع این حالا پروژه در سطح ریپورت سرور اجرا شده، من این لینک رو به هر مدیری بدم خارج از کشور هم که باشه میتونه خودش دسترسی داشته باشه و داشبورد ها رو ببینه. و مثلا شما میتونید خب یک سری داشبورد های در واقع نسبت و شاخص های مالی داشته باشین. حالا این داشبوردی بود که من توی سایت هم گذاشتم، انواع نسبت ها و شاخص های مالی هست بسته به نیاز بیزینس، اینکه بیزینس چه شاخصی براش مناسبه و داره استفاده میکنه میتونید خودتون پیاده سازی کنید. خوبی بی آی و در واقع تحلیل دیتابیس اینه که شما کاستومایز هر آن چیزی که ایده‌ای که در نظر دارید و میتونید خودتون پیاده سازی کنید و این واقعا رسالت بی آی هستش. پس من اومدم یه در واقع دیتابیس تحلیلی مالی درست کردم، رسیدم به این گزارش و گفتم که مثلا بر اساس یک سری کوئری هایی که می نویسیم سلکت مثلا نوشتم از این جداول بخونه، از این مثلا جدول لفت جوین کنه با فلان فیلد از جدول فلان و همینجور یک سری کوئری های جوین داری نوشتم که تهش رسیدم به یک جدول فلت که البته بگم من بهتون من توی دوره پاور بیایی که با بچه‌ها تدریس کردم گفتم کوئری جوین داری که میزنیم میرسیم به این در واقع دفتر روزنامه یا تراس برای شرکتایی که حجم کارشون کم و متوسطه جوابگوه. اما شما اگه شرکت بزرگی داشته باشین دیگه این مدل به دردتون نمیخوره. باید با استفاده از SSIS و SSAS بیان زیرساخت مناسبی بچینید. در واقع بیاد یک ورهاوسی درست کنید و یک علف تحلیلی و پاور بی آی رو در واقع وصل کنید به این علف تحلیلی. چیزی که حالا به بچه‌ها یاد دادیم که اکثرا حالا شرکت‌های خیلی آنچنان بزرگی نبودن توی حالا بحث غیر از خود سازمان بورس که از چند تا از بچه‌ها سر کلاس بودن، حالا اونها هم احتمالاً باید اون مکانیزم در واقع زیرساخت مناسب رو بچینن. ولی خب با همین ویویی که یاد دادیم به بچه‌ها توی دوره، یعنی ما اومدیم یک کوئری جوین دار زدیم رسیدیم به یک ویویی که یک تیبلی به اسم تراز
دفتر روزنامه و دفتر روزنامه رو تبدیل کردیم به یک تراز و همینو بردیم توی پاور بی آی و استفاده کردیم. منتها اون دوره تحلیلمون رو که حالا قرار هست اگه یعنی به اون حد نصاب مناسب برسه و من فرصت کنم که حالا تشکیلش بدم، در واقع قرار هست ما تحلیل دیتابیس 3 تا ماژول رو بگیم، فروش و مالی و خزانه رو بگیم و اگه دوست داشتین حالا یک سری ویدیوهای مرتبط هم با این توی دوره گذاشته شده. ولی اون دوره پاور بی آی مون خب خیلی مختص به حالا تمام بچه مالی هست که در واقع مثالای مالی گفته شده و خیلی ملموس‌تر هست برای بچه‌ها. حالا در رابطه با پاور بی آی هم من یک کوچولو براتون بگم که کلاً پاور بی آی چی هست. ببینید دوستان، پاور بی آی خوبی که داره این که خودش یک ابزار سلف سرویس بی آی هست. یعنی هر آن چیزی که شما در یک مدل هوش تجاری که من توضیح دادم که با استفاده از SSIS، SSAS این کارا رو، این مکانیزم‌ها رو میتونید بچینید، ما با پاور بی آی میتونیم همین ابزارا رو داشته باشیم. یعنی تو دل پاور بی آی ابزار SSIS، ابزار تمیزسازی دیتا که حالا بهش پاور کوئری میگن وجود داره. من میتونم توی پاور بی آی دیتامو تمیز کنم، میتونم توی پاور بی آی مژر نویسی و دکس نویسی رو انجام بدم و در نهایت در بستر وب نمایش بدم. پس خیلی پاور بی آی میتونه ابزار مفیدی برای ما باشه، به شرط این که شما حجم دادتون زیاد نباشه. اگه حجم داده زیاد باشه شرکت‌ها تماس میگیرن، معمولا میگن پاور بی آیمون کند شده. میگم چرا؟ میگن مستقیم وصل کردیم به دیتابیس. بزرگترین اشتباه زمانی که شرکت، بچه‌ها، نیروها دارن با یک سیستم کار میکنن، شما پاور بی آی داری مستقیم وصل میکنی به دیتابیس، ریکوست میفرستی، مشخصه حجم داده زیاده و خب سر سرور هم خیلی شلوغه، مشخصه که کند میشه. پس شما با مکانیزم بی آی همیشه پاور بی آی نمیتونید اون مدل دلخواهتون رو ببرین جلو. حتما اگه حجم داده‌های شرکتتون بزرگ هست باید زیر ساخت بشین. اما برای پروژه های متوسط و کوچیک پاور بی آی بهترین ابزار هست و دونستنش خیلی میتونه براتون مفید باشه. اگه سوال دارین بفرمایین. حالا من میتونم یه خورده جزئی ترم در مورد پاور بی آی بهتون بگم. سوال دارید بپرسید. خب ببینید، ابزار پاور بی آی برای محیط پاکسازی دیتا یک زبانی داره به اسم زبان M و شما با حالا یک سری داکیومنت و لایبرری که تو خود پاور بی آی وجود داره میتونید همونجا اصلا سرچ کنید، ببینید مثلا این سینتکسش چی هست، چه استفاده ای داره و چجوری میتونم من پاور کوئری با حالا با زبان M دیتا رو تمیز کنم. علاوه بر این که حالا پشت در واقع کار زبان ام وجود داره، با استفاده از ویزارد هایی که ماها چون حالا خیلی شاید از نظر برنامه نویسی قوی نباشیم میتونیم به وسیله ویزارد هم این کار رو انجام بدیم. ویزارد چیه؟ ویزارد به این صورته که مثلا من از همون منوهای بالا استفاده میکنم، عملیات تمیزسازی رو انجام میدم. مثلا یه سطر رو حذف میکنم، یه ستون رو برمیدارم. پشت اون مکانیزم ویزارد هم زبان ام وجود داره. یکی از علتهایی که میگن پاور بی آی برای همه قابل درک و قابل فهم هست این هست که و همه رشته ها میان و میتونن اینو یادش بگیرن. یکی از علتهاش همینه. ساختارش، یادگیریش به مراتب از برنامه‌های دیگه خیلی راحت تر هست. من با چند تا مثلا در واقع استفاده از ویزارد میتونم یه دیتایی رو تمیز کنم، تمرین کنم و برسم به اون دیتایی که میتونم در واقع برای تحلیلم استفاده کنم. مثلا برم
پیوت کنم، آن پیوت کنم و یک سری حالا جوین داره، مرج داره، اپند داره، یک سری ابزارهایی که تو خود پاور بی آی نهادینه شده شما میتونید ازش استفاده کنید و دیتاتون رو تمیز کنید. و اینکه یک محیط پاور پیوت داره، جایی که من میتونم برم مژر نویسی کنم، در واقع دکس بنویسم و بعد از این اگه نگاه کنید این پایین حالا زبانی که استفاده شده زبان دکس هست و میگم که اگه تمرین کنید و نمونه کارهای اکسل رو هم انجام داده باشین، با توابعش کار کرده باشین، براتون پاور بی آی خیلی قابل درک‌تر هست. و محیط پاور ویو رو داریم، جایی که داشبورد ها اینجا دیده میشن و اینکه شما میتونید روی یک آی پی ولید داشبورد ها رو پابلیش کنید و در اختیار همه قرار بدید. میتونید یه نقشه جغرافیایی بکشین، حالا چه با استفاده از سینوپتیک پنل و یا چه خود نقشه های آفلاین که معمولا کسایی که میخوان پیاده سازی کنن سراغ نقشه های آفلاین میرن، به خاطر اینکه ممکنه هر سروری دسترسی به اینترنت نداشته باشه، به خاطر همین این کارو میکنن. و اینکه روی موبایل هم شما همون کارهایی که انجام دادید در سطح دسکتاپ یک تنظیماتی داره، همون داشبورد ها رو درگ اند دراپ میکنید و روی موبایل هم میتونید به مدیراتون نشون بدید. سوال دوستان؟ اگه سوال دارید ابزار فکس فقط در نه ببینید الان بهتون میگم. شما روی اون لایه SSAS بذارید من اینو اکثر رو بیارمش. ما یه لایه اینجا داریم، لایه اولپ. من هم میتونم به عنوان ابزار سلف سرویس بی آی پاور بی آی دکسم رو توی پاور بی آی بنویسم، مژرامو برم تو پاور بی آی بنویسم، یا میتونم بیام یک اولپ آنالیسیس داشته باشم با ابزار SSAS خب برم یک سری مژر نویسی رو تو اون لایه اولپ تحلیلی انجام بدم. کدومش بهتره؟ سوالی که پیش میاد خب قطعاً اولپ آنالیسیس بهتره. چرا؟ چون که پاور بی آی ابزار بصری سازی هست. من اگه برم 100 تا مژر تو پاور بی آی بنویسم کند میشم. پس بهتره که من برم یه جا یک سری مژر بنویسم پای اولپ و بعد پاور بی آی رو وصل کنم به این اولپ تحلیلیه و فقط مژرامو درنگ دراپ کنم. خب پس دکس توی پاور بی آی وجود داره، توی فکر میکنم زبان اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم کلیک ویو کلیک سنس هم من فکر میکنم با دکس می نویسن، اینو دقیقا نمیدونم ولی آره. مدیر روی موبایل چطوره؟ خب نگاه دقیقا شما باید یک سرور مجازی داشته باشین. خب سرور مجازی که دارید هم میتونید عین من یه سرور مجازی دارم و با VPN حالا شرکت یا هر چیزی رفتم این داشبورد رو روی دسکتاپ گذاشتم، عین همین میرم پابلیش میکنم با یک نرم افزاره که باید اپش رو برید از گوگل پلی دانلود کنید، همون رو هم ثبت نام کنید با همون آی پی ولید و داشبورداتون رو روی موبایل هم اونجا نشون بدید. آشنایی با اسکیول هم لازمه. برای کدوم دوره؟ ما 2 تا دوره داریم دوستان، من توضیح بدم. یه دوره کاربرد هوش تجاری پاور بی آی و اسکیل سرور در تحلیل مالی و بازار سرمایه است که ما اسکیل سرور رو درس نمیدیم، فقط یک کوئری من به شما میدم در حد اینکه اون کوئری رو بهتون آموزش بدم که چجوری برید این کوئری رو پیاده سازی کنید. یک کوئری جوین دار که من چگونه بتوانم از سیستمم برم گزارش دفتر روزنامه رو بگیرم، دقیقاً عین کاری که من اینجا انجام دادم، و اون رو تبدیلش کنم به یک تراز آزمایشی. در همین حد یک جلسه 4 ساعت ما در رابطه با اسکیل سرور میگیم، اصلا هدفمون نیست، ولی خب یک سری در واقع مزیت هایی که اسکیل سرور داره، مثلا من میتونم
حالا اگه حتما رسیدید این مقاله ها رو ببینید، این که مثلا من میتونم برم یک جابی با اسکیل سرور تعریف کنم، یک گزارش رو اون فکر میکنم این باشه. این که شما میتونید با پاور بی آی و اسکیل سرور حالا چه از سایت های مختلف بخونید، چه دیتا رو بخواید به وسیله اسکیل سرور رفرش کنید. یک سری حالا مقاله هست، مثلا این فکر میکنم صفحه دومش باشه، حتما اینو بخونید. انتقال دفتر روزنامه به اسکیل سرور و رفرش خودکار دیتا در پاور بی آی. رفتیم یه مکانیزمی چیدیم که حالا توی دورم من دست دادم، اینجا هم گذاشتم لینکشو. این مکانیزم رو انجام دادیم. اما تو دوره دوممون ما 2 تا دوره داریم. تو دوره دوم تحلیل دیتابیس نیاز هست که اسکیل سرور رو بگم خودم، یعنی گفتم اون چیزی که نیاز هست، یعنی واقعیتش همه چیزها رو گفته نشده، فقط چیزی که نیاز کار هست و شما میتونید به وسیله اون حالا میتونید سرفصل هم ببینید، سرفصل نسبتاً مناسبی هست برای شروع. واقعا خیلی خوبه که بدونید چی کار کنید. بیشتر از اون هم واقعا برای بچهای مالی واقعا نیاز نیست. مگه خودتون بخواید بعد برید اضافه تر بخونید، میتونید حالا سرچ کنید. این که کدوم دوره رو اول برم هم مهم نیست. من خودم چون هیچ چیزی پیش نیاز هیچ کدوم نیست. این اصلا تحلیل دیتابیس. تو تحلیل دیتابیس چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که مثلا اول که دستورات اسکیل سرور رو یه مقدار حالا صحبت میکنیم، جداول در واقع حسابداری رو میگیم که چجوری فکت و دایمنشن یک ورهاوس آماده کنید. مدل علف تحلیلی رو نمیگیم، تو این کورس نمیگنجه، فقط تا مرحله ساخت ورهاوس با در واقع مالی و فروش و خزانه شاملش میشه. و اینکه خودتون به نسبت بیزینستون برید پیدا کنید. مثلا اگه جدول فروش من اینجا 5 تا نمونه 5 تا جدول فکت دایمنشن توضیح میدم، دیگه بقیه رو خودتون باید برید پیدا کنید که چه جدول بیزینس من درگیره. مثلا اگه حمل و نقل من در یک جدول تراکنش دیگه وجود داره، اینو من خودم باید برم پیدا کنم. و فقط یاد میگیرین که چطور مثلا پیدا کنید و یک مدل ورهاوس کوچیک و جمع و جور رو انجام بدیم. نمونه یه چند تا که انجام بدید دستتون میاد که البته با زمان، یعنی شما این کار زمان بره. توی پروژه های بی آی بیشترین کاری که زمان میبره اول بحث تحلیل دیتابیس هست، بعد پیاده سازی، یعنی که شما بخواید یه ورهاوس رو پیاده سازی کنید، برید یه سری جداول بسازید، یک سری داکیومنت کنید و خب این مراحلش یک مقدار زمان برتر هست. یعنی باید خیلی صبور باشین، اصلا هم عجله نداشته باشین. بچه‌ها هستن میان دوره، توقع دارن همون روز همان شب مثلا برن کلی پیاده سازی کنن، بعد میرن تو کار. اول که کار نمیکنن، یعنی جلسات اصلا کار نمیکنن، بعد انتظار دارن ته دوره هم برسن به خروجی. من خودم توصیهم اینه، چون تجربه خودم رو میگم بهتون، به نظر من با یک پاور بی آی شروع کنید. من خودم از پاور بی آی شروع کردم. اول فهمیدم چی به چیه، جدولا رو همون تو محیط پاور بی آی فهمیدم، روابط رو فهمیدم، بعد رفتم سراغ زیر ساختا. ولی میگم همزمانی بین این دو دوره اصلا وجود نداره. هر کدوم که علاقه دارید و میتونید استارتش رو بزنید و شروع کنید. سوالم دارید بپرسید، من جواب بدم خدمتتون. سوال؟ ما معمولا چون وبینارها رو در واقع یه جوری، حالا من گفته بودم وبینار 2 ساعته، بر این اساس بود که مثلا انتظار میره که بچه‌ها شاید سوال داشته باشن که بشه بیشتر باشیم. من منتظرم که حالا سوال بپرسین. چیزی هم اگه فکر میکنید لازمه بیشتر من بگم بگید، من براتون توضیح میدم. نمیدونم الان براتون قابل درک بود که کلا یک پروژه بیایی چجوری شکل میگیره. خیلی جالبه. من یک چیزی که بهتون بگم، من تا اولین شرکتی که رفتم و مدیر مالی
و حسابداریش که حالا اسم نمیبرم، بیای رو میدونستن و پاور بیای رو کار کرده بودن تا یه حد مناسب. حتی مدیر مالی هم تا یه حدی اسکیل سرور رو میدونست، برخلاف همه که میگن چرا مالی ها باید برن دنبال این ابزارها. اون مدیر مالی حرف خیلی قشنگی به من زد و گفت که حسابداری ششمین رشتهش، ششمین کاریه که بیکار میشن حسابداراش اگه ابزارها رو یاد نگیرن. خیلی جالب بود. میگفت رفتم از چت جی پی تی پرسیدم، منم خب دیده بودم که در واقع حالا فکر میکنم حتی رتبهش هم 4م 5م بود. حالا گفت که رتبه 6م داره که جز رشته‌هایی هست که حسابداراش زود بیکار میشن به علتی که ابزارا رو نمیرن دنبالش. و من الان دارم واقعیت ها رو بهتون میگم. انقدر که بچهای غیر مالی، مثلا بچه‌هامون هستن، چند تا از بچه‌هایی که الان همین تو وبینار حضور دارن، من واقعا لذت میبرم. انقدر که بچهای غیر مالی علاقه دارن، چون اگه شماها مالی هامون نرن ابزارا رو یاد بگیرن، مجبور میشن دیگران رو بیارن و با یک آموزشی بهشون بگن که شما اینا رو پیاده سازی کنید و این اتفاق میفته ها. یعنی اینجوری بوده که اون طرف رئیس حسابداری یه شرکتی بوده، مدیرش بهش گفته ببریم سمت ابزارهای بیای، با خودش فکر کرده چرا همچین کاری کنم، فردا خودم بیکار میشم، در حالی که اصلا این ذهنیت فوق العاده غلطه. من اگه یک داشبوردی داشته باشم که تحلیلی باشه، اول که کار خودم رو کمتر میکنم، هر دفعه نمیخوام برم دیتا رو بردارم بزنم به سر همدیگه برسم مثلا به گزارش ترازنامه یا سود و زیان. مال سود و زیان رو براتون بیارم، کار خودم کم میشه و ابزارشون خودم پیاده سازی کردم تو سازمان، فقط خودم بهش مسلطم. پس من تازه میشینم اینجا تحلیل میکنم، یعنی همه کارهای اضافی و تکراریمو انجام دادم گذاشتم کنار، سیستم داره برام انجام میده. از حالا میرم به مدیرا میگم ببینید اگه من این کارو کنم اینجوری بهتر میشه، اگه این کارو کنیم بهتر میشه. بعد همیشه هر جا که من میرم، هر شرکتی که میرم، من همیشه مدافع حسابدارا هستم. میگم فکر نکنید من یه داشبورد به شما بدم با همین کار شما راه میفته. تازه باید یه نفر مالی بذارین کنار دستتون که این داشبورد رو تحلیل کنه برای مدیر. یعنی فقط صرفا پیاده سازی نیست. مشکلی بزرگی الان که بچهای بیایمون دارن این هست که بیزینس ها رو نمیشناسن، بیزینس رو نمیشناسن، تحلیل بلد نیستن و بیکار میشن متاسفانه. ولی الان مالیا خیلی براشون بهتر میشه که چون بیزینس رو خوب میشناسن، ERP ها رو خوب میشناسن، فرآیندها رو خوب میشناسن و خب واقعا به نظرم خیلی میتونن موفق باشن. ولی میگم که انقدر من بچهای غیر مالی علاقه من میبینم و واقعا هم لذت میبرم، خیلی واقعا خوشحال میشم. همیشه میگم که چقدر خوبه انقدر علاقه دارم. واقعا نگران بچه‌های حسابدار خودمونم هستم واقعیتش. اصلی‌ترین چالش پیاده‌سازی در پروژه هوش تجاری مهندسی داده است، چرا که همیشه در ایجاد پروژه دیتا تمیز نیستن بچه. آره خب نگاه کنید ببینید، این که 100% ما الان خب رفتیم تو پروژه بوده دیتا تمیز نبوده، راهکار دادیم، هرچی به بچهای مالی گفتیم اینو باید درست کنی تمیز کنی، تمیز نکرد، خودمون دست به کار شدیم. من پروژه داشتم خودم رفتم نوع سند، یعنی با یه روش یه مکانیزمی چیدم خارج از دیتابیس. ما اصلا دست به دیتابیس سیستم نزدیم، خارج از اون رفتیم خودمون راهکار دادیم، دونه دونه سند چیه، سند اختتامی، تغییر فلان، یعنی دونه دونه راهکار دادیم. این وجود داره، باید خودمون دست به کار بشیم، هیچ کس کمکمون نمیکنه. و اتفاقا بیشتر به حسابداری که بیای بلد باشه وابسته. آره آفرین، چقدر ذهنیت خوبی دارین. دقیقاً وابسته میشن، چون میگن چقدر بلده، ما دیگه یه حقوق میدیم. البته خب حقوق زیاد میکنن، یعنی واقعا اگه شما بگید الان تو پوزیشن ها اگه نگاه کنید، مثلا پوزیشن های تحلیل FP&A، تحلیل حالا مالی و حالا بودجه، نوشتن که مثلا بیای مزیته یا مثلا فلان هر چیزی مزیته.
هم حقوقا رو شما حرفی برای گفتن دارید. فردا اگه 2 نفر برن برای مصاحبه، یکیش بیای بلد باشه یکیش نباشه، قطعا بازار سهم اونی هست که بیای بلده با یک چیزی اضافه تر. اگه بره بگه مثلا من مثال میزنم 20 تومن از بازارم بیشتر پول نیاز دارم، نه نمیگن بهش، چون میدونن یک چیزایی بلده که اون کسی که ممکنه بلد نباشه هم سرعت کارش رو ببره بالاتر، هم تو تحلیل خیلی بهش کمک کنه. دقیقاً حرفی که زنین دقیقاً درسته و امیدوارم که بقیه هم این ذهنیت رو داشته باشن. در خصوص پیاده سازی هوشمندانه، پیاده سازی هم متاسفانه به اساس بچه مهندسی کامپیوتر اقدام محدود. آفرین، دقیقاً که قطعا با چالش‌های شناختی در ما الان مشکلمون همینه دیگه. به خاطر همین تو پروژه بی آی که میریم حتما مثلا پروژه‌ای که خودمون داشتیم، اون کسی که مالی و سیستم رو میشناخت رو که خودم بودم جوین شدیم، یعنی از 2 ماه قبل از که پروژه شروع بشه جوین شدیم و سیستم رو بررسی کردیم، وضعیت رو که چجوری است، یعنی غیر از اون نباشه باید هزینه کنن و دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید یک نیرو بذارن و اون بگه دقیقا از کجا، چیز کاری که من کردم که به بچه‌هام گفتم دقیقا از کجا چه دیتایی رو برید بخونید. و خب کار ماها خیلی شاید مثلا براشون بیشتر تو چشمشون اومد، چون مستقیم با بیزینس درگیر بودیم، نیازمندیاشون رو میرفتیم پیدا میکردیم. آره دقیقا همینه. متاسفانه خب این هست دیگه، بچه های کامپیوتر فنی هن، بچه های مالی بیزینسی هن و چون در واقع حدی وجود نداره که هر دو متمرکز رو هر دو مورد باشن، یعنی هم بیای رو از نظر فنی بدونن و هم بیزینسی بدونن، خب اینجا یکم چالش وجود داره. به خاطر همین من امید خیلی زیادی دارم برای اینکه مالی هامون واقعا برن به سمت بی آی و بتونن به قول معروف کلیمشون رو از آب خودشون بکشن بیرون. خیلی امید دارم، چه بسا که من الان خودم به نظرم میاد که خب این ابزارها حالا پاور بی آی یا ورهاوسی که با این روش ما داریم میریم، الان یک سری روش‌های خب بهتری داره میاد جایگزین میشه، ولی خب چون الان عرف جامعه این هست که چیزی که الان تو بازار هست، چون همه دست به سراغ تکنولوژی جدید میرن، چون پیاده سازی نشده نمیدونن که چی هست. یعنی به نظرم اگه همین رو هم ما یاد نگیریم کلی عقب هستیم، چه برسه که حال ابزارهای جدید بیاد بخوایم تازه بریم سراغ ابزارهای جدید یک وقتی بذاریم و یاد بگیریم. و خب بیا که کم کم به نظر من داره کمرنگ‌تر میشه دیگه. الان وضعیت شده که شما دیگه هوش مصنوعی رو بلد باشین. الان من مرتب نگاه میکنم تو پستای لینکدین دارن کم کم میگن هوش مصنوعی مالی درگیر بشه. چقدر میشه کارهای جالب کرد، یعنی خیلی کارهای جالب میشه تو حوزه هوش مصنوعی در واقع انجام داد. این مالی رو با این دانش ترکیب کرد، ولی خب نیازمند این هست که شما زیر ساختش رو اول بچینید. زیر ساخت هوش مصنوعی هم دیتا است. شما باید اول یه دیتای تر و تمیز و مرتب شده آماده کنید و بعد بتونید حالا با اون ابزارهای هوش مصنوعی بیفتید به جون این دیتا، حالا یک سری کارا رو انجام بدید. باز اگه سوالی یا چیزی اگه دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم. سوال اگه دارید بفرمایید. خلاصه این که من حالا توصیه میکنم که برید دنبالش. خیلی حیف هست که در واقع همینجور زمان بگذره و حتی متاسفانه ما حسابدارمون یه خورده هم مقاومت به ابزار دارن. چیزی که میبینم مقاومت خیلی زیاد هست، ولی خودتون رو واقعا راحت میکنید اگه یاد بگیرید. من خودم همیشه دنبال ابزار میگشتم کارم رو کم کنم، مثلا نرم هر دفعه چیز رو رفرش کنم فلان. ویرهاوس رو بله با SSIS میسازیم، در واقع با همون توی اون دوره که حالا شما فکر کنم ثبت نام حالا کردین
آره دقیقاً با SSIS میسازه این کامپوننت رو. حالا در واقع اون ورود دیتا رو که وصل بشیم به به دیتابیس و در جداول دونه دونه بیاریم با مکانیزم فکت و دایمنشن بچینیم و دیگه حالا بتونید بعد با پاور بی آی استفاده کنید. باز حالا اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم دوستان. چند دقیقه اگه میخواین صبر کنیم که اگه سوالی دارید من در خدمتتون باشم. اگه هم که نه من تقریبا چیزایی که حالا به نظرم اومد رو گفتم. نمونه کارا رو هم من بهتون نشون دادم. حالا این روی سیستم SAP در واقع بوده، دیتابیس اوراکل بوده که حالا با یک کانکتور وصل کردیم به اسکیل سرور رو محیطش. حالا شما خیلی کار جالب تر میتونید انجام بدید. مثلا حالا کاری که من خودم انجام دادم روی شاخص‌های نسبت‌های مالی رو روی بورس من پیاده سازی کردم، روی شرکت‌های بورس. به نمونهش حالا اینجاست خیلی مشخص نیست ولی خب در واقع همون نسبت‌هایی که حالا خیلی جنرال هست اینجا پیاده سازی شده روی شرکت‌های بورسی. خیلی کارهای جالبی میتونید انجام بدید برای سازمانتون و واقعا مطمئن باشید سازمانی که همچین نیرویی داشته باشه به هیچ قیمتی حاضر نیست از دستش بده. شک نکنید اصلا وابسته میشن، چون مجبورن برن کارشناس هوش تجاری استخدام کنن. کارشناس هوش تجاری هم بیاد بیزینس ها رو نمیشناسه و همیشه دعوا هست بین بچهای فنی و بین بچهای مالی هست. یعنی واقعا این وجود داره. به خاطر همین قرارم نیست شما یه کار خیلی فوق‌العاده‌ای انجام بدید. با همون پاور بی آی هم شما میتونید شروع کنید. من به بچه‌ها همیشه میگم همون اکسلاییه که مثلا میرن گزارش‌های ماهانه‌شون رو مثال میزنن میگیرن میارن و بعد هر یک سری کارا روش انجام میدن، تمیزسازی میکنن تا تبدیل بشه به یک صورت سود و زیان. همونو با پاور بی آی شروع کنید، استارتشو بزنید، دنبال کار بزرگ الان نباشین، بعدها کم کم کارتون رو توسعه بدین. فعلا من با یک پاور بی آی شروع میکنم، مکانیزم رفرش کردن دیتا رو میچینم، یک مدل طراحی میکنم. مثلا هر 3 ماه گزارش تراز میگیرم میذارم توی یه فولدری، پاور بی آی رو وصل میکنم به این فولدره، یه سری کارهای تمیزسازی انجام میدهم و بعد میام اون مکانیزمی که دلم میخواد هر روز دارم دستی با اکسل انجام میدم و پیاده سازی میکنم. از اونجا به بعد من یک فایل پاور بی آی دارم که هر موقع مثلا گزارش فصل 4 اضافه بشه به این فولدر و فقط یک رفرش انجام میشه که این رفرش هم میتونه به صورت اتومات باشه نه دستی. از حالا به بعد گزارشام به صورت رفرش شده اتومات داشته باشم و کار خودم رو راحت کنم. فردا پامو میندازم روی پام توی شرکت، میگم خب من کلی کار دارم در حالی که من کارامو انجام دادم و خیالم راحته. یعنی خودتون رو فارغ از کارهای تکراری میکنید، فرصت میکنید به بقیه کاراتون هم برسید. برم یه کلاسی، برم یه کار دیگه انجام بدم و این واقعا خیلی لذت بخشه. من هر چند دفعه پیش اومده که با ایکسل خیلی وقتگیر بوده که بخوام حوزه مد نظر تکان، ولی با پاور بی با قابلیتش دقیقاً و اپن دقیقاً. بله آقای سفری هم از بچهای خوب دوره بودن، دقیقاً همین جور بوده. ما الان توی دوره به بچه‌ها یاد دادیم حتی سایت کدال رو هم دیتاشو بگیرن، مدل سازی کنن بر اساس حالا اگه تعداد سهامشون کم باشه چند تا سهام برن دیتا مثلا یه جا ذخیره کنن، یه مدل درست کنن، بعد دیگه از حالا به بعد هر گزارشی اضافه میشه فقط دانلود بشه و رفرش پاور بیای که اون تحلیل رو بهشون نشون بده. دقیقاً همین چیزی که آقای سفری گفتن درسته. خب بچه اگه سوالی ندارید حالا من چند دقیقه دیگه هم منتظر میمونم که چون من حالا فکر میکردم که ممکنه سوال براتون پیش بیاد، دوره هم
یعنی گفتیم وبینار هم حالا به صورت حضوری باشه که نشد، بر اون فکر میکردم که شاید زمان بیشتری ببره، ولی چیزایی که فکر میکنم مفید بود که سنس داشته باشید نسبت بهش من گفتم. حالا باز اگه سوال ابهامی چیزی هم دارید میتونید تو شخصی از من بپرسین، تو تلگرام فقط اگه خواهش میکنم باشه بهتره. من شمارمم اینجا میذارم، اگه باز ابهامی چیزی داشتین حتما میتونید بپرسین، چون واقعا من یکی از بچه‌ها یه سری که تازه حالا دوره رو گرفته بود به من گفت من تو این وبینارا تازه فهمیدم که چی به چیه. حقم دارن. من خودمم روزی که خواستم پاور بیای برم یاد بگیرم اول شروع کردم ببینم مثلا استاد چی اصلا چی است، به درد من میخوره یا نه. دیدم نه، اون موقع حسابدارا خیلی دنبالش نبودن. من با بچهای مثلا فنی میرفتم سر کلاس مینشستم، خب برای من خیلی سخت بود. مثلا استاد میگفت که دیتابیس SQL اصلا نمیدونستم مثلا چی هست و چی. خیلی برای من حالا یادگیریاشون در واقع درکش، نه یادگیری، درکش سخت بود. ولی خب مثلا کم کم که به گوشم میخورد که چه کارایی میکنه شبیه سازی کردم با بیزینس خودمون، با رشته خودمون. دیدم چه جالبه، چقدر میتونه کارهای تکراری ما حذف کنه و کم کم علاقه من شدم که مثلا ابزارهای جانبی دیگه هم رو هم برم دنبالشون و یاد بگیرم. شماره هم درست نوشتم. اگه که سوالی ندارید، چون فکر کنم همه چیزایی که فکر کنم لازم بود و گفتم. ندارید که وبینار رو تمومش کنیم. حالا من ضبطش هم کردم توی کانال، حالا احتمالا آپارات میذارم براتون، لینکشو میذارم حالا توی وبسایت و اطلاع رسانی میکنم. خواهش میکنم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید در واقع استفاده کرده باشید. خواهش میکنم روزتون بخیر، آخر هفتهتون پربار و خوش باشید و خواهش میکنم خدا نگهدارتون دوستان. خدا نگهدار. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.